آهنگ جدید ازارگی و تاجیکی آریانا سعید با شبنم ثریا. آریانا سعید به بار دیگر خواسته با شبنم ثریا آهنگ دوگانه ثبت کند. این آهنگ چی تاریخ نشر خواهد شد؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. شبنم ثریا هنرمند خوش صدا، خوش سیما، مشهور و محبوب در میان فارسی زبانان جهان، بالخصوص مردم افغانستان است. شبنم در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده. مادرش ثریا هم از جمله هنرمندان ناماشنا و محبوب تاجیکستان است. شبنم ثریا نه تنها هنرمند خانواده‌اش است، بلکه خواهرش فرزانه خورشید هم از جمله هنرمندان نامدار تاجیکستان هستند. شبنم ثریا بارها کارهای هنری با هنرمندان افغانستانی انجام داده است و دوباره خواسته با آریانا سعید، ملکه دلهای افغانستان، آهنگ دوگانه ثبت کند و این بار قرار است شبنم ثریا با آریانا سعید آهنگ دوگانه به لهجه شیرین تاجیکی و ازارگی ثبت کند. کنسرت مشترک شبنم ثریا و آریانا سعید مورد استقبال گرم مردم و طرفدارانشان قرار گرفتند و آهنگ شبنم ثریا با آریانا سعید در مدت 2 هفته بیشتر از 6 میلیون بار بازدید در یوتیوب را از آن خود کرد. این کار هنری شبنم ثریا با آریانا سعید به بار دیگر مورد حمایت و تشویق فراوان علاقمندانشان قرار گرفته. ما هم منتظر نشر این آهنگ شیرین ازارگی و تاجیکی خواهیم بود. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان شبنم ثریا و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.